این صورت هایی که بشاقتی همه بشاقت. باباجان عزیز خواننده مشهور تاجیک چند ماه است در بستر بیماری است و با تأسف میگوید نمیتواند در محافل مردم هنرنمایی کند. وقتی که درد یار میشه و آدم دیگه وقتی او درماندی بعد دیگه هیچ چیز در چشم نمیتونه. باباجان عزیز از هنرمندان مشهور تاجیک است که در 15 سالگیش به صحنه برآمده در اوایل سالهای 70 از خود به صفت یک آوازخوان کسبی درک داد. ترانه‌های اختری بلند، یادی وطن و معلم با او شهرت آوردند. او را شاگرد ظفر ناظم می‌دانند و همچنین هنرمند پذیرفتند که توانسته است مکتب خاص خوانندگی خود را اساس گذارد. باباجان عزیز سال 1983 در قطار دیگر سرایندگان مطرح جمهوری تاجیکستان عنوان هنرپیشه خدمت نشان داده جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را صاحب شد و سال 1996 عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان را گرفت. سلامتیم بعد است. خانه استراحت کردم. اعضای بدن گرمانده درد میکنم. باباجان عزیز سکته مغزی گرفته است و بر اثر آن نمیتواند مصرع‌های ترانه‌هایش را به یاد بیاورد. به یاد آورد هم به دشواری میسراید. غم ما و تو را خوردن چندی. نمیتونم یادم. یعنی تو خده آدمی را برای زندگی مردن چندی. افسوس تمام عمر من برباد بگذر. افسوس با ناله و فریاد بگذر. افسوس تمام عمر من برباد بگذر. افسوس با ناله و فریاد بگذر. این مصرع‌ها از ترانه اوست که با نام افسوس اواخر سالهای 90 عصر گذشته دوباره نام باباجان عزیز را ورد زبانها کرد. وقتی تغییر کردنش اصلا همراه بچه ها ما وقتی موقعی را کردیم یک حوض داریم، اون حوضی کلان همجا موقعی دار بعد هم تو چنگک پرتافتنده ساید مویده اینجا یک موی میاد قریب گرفتن قپیدن گرفتنده موی هیلا خوی میخوره میدار بعد همجا افسوس میاد. نمیدانی تو قدر زندگی را برای زندگی مردن چنده. نمیدانی تو قدر زندگی را. این ترانه برخورد فلسفی سراینده را به واقعیت انعکاس نموده است. آن بعد چند مدت تعطیل ایجادی طی شدن مرحله مشکل جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشته شده است. سراینده محبوب میگوید حالا از او خوب پرستاری میکنند. دوستان و همکاران از او خبر میگیرند. امید دارد سلامتیش برقرار می شود و به صحنه برمیگردد.